بچه من عذرخواهی میکنم، خیلی خیلی عذرخواهی میکنم. فکر میکنم نتم قطع شد. واقعا عذرخواهی میکنم. ببخشید ببخشید ببخشید. خب البته جای خوبی هم قطع شد، چون دقیقاً تو یک توضیح خیلی مهمی بود که من قطع شد. این اولش بود، از اینجا به بعدش براتون توضیح بدم. میکروفوناتون بچه ها تصویرتون رو ببندیم. برای من دونه دونه میبندم، ولی خب شما هم لطف کنید ببندیم. بذارید من این رکوردش هم بزنم. بریم. کسی دیگه هم فکر نکنم باشه. خب داشتم توضیح میدم بچه. این اندیکاتور به نام ZLSMA، شما زمانی که اینو میزنین کندلی هست به نام کندل بتا. کندل بتا چیه؟ کندلی که دومش به پایین معمولا نداره، اگه داره خیلی ریزه خیلی ریزه و یک شادوی به سمت بالا. ببینید من اینو میارم کنار. ببینید شادو به سمت بالا برای لانگ و برای سلا برعکسشه. دوم ریزش دوم پایینش خیلی ریزه یا اصلا نداره، یعنی این بلافاصله قیمت باز شد و رفته بالا. شما اینو چجوری ترید میکنین؟ اینم باید در اول ناحیه چی باشه؟ من مدادمو بیارم براتون. این باید در اول این ناحیه باشه بچه. زمانی که قیمت داره برمیگرده بالا، اینجا باید تو این محدوده شما تریدش کنین، نه هر جایی که دیدین مثل اینجا بیا ترید کنین. زمانی که قیمت برمیگرده بالا، یعنی شما این گودی رو باید ببینین. قیمت زمانی که برگشت بالا، کندل بتا رو که اینجا دیدین مثل این رو این کندل دیدین، شما میتونین اینو ترید کنین. حالا به چه صورت تریدش میکنین؟ به این صورتی که شما زمانی که کلوز کرد استاپتون رو میذارین کجا؟ پایین ترین قیمت زیر سه کندل. حالا این سه کندل کف قیمتش میشه این دیگه، درسته؟ این کف قیمتیش بچه اینه. بعد میخوام ببراتون یه چیز دیگه بهتون توضیح بدم بچه، لذت ببرین از ترید کردن. حد سودتون رو کجا میذارین؟ حد سودتون رو هر چی استاپتون بود بچه 2 برابرش میذارین. اگه دقت کنین قیمت این 1 به 2 بیشتر از 2 هم بچه‌ها نذارین. زمانی که قیمت میاد بلافاصله برمیگرده بالا میذاره. حالا در ادامه برای سلش، حالا میخوام سلش رو بگیریم دیگه. ببینیم تو سل چیزی داره که ما اینجا متوجه بشیم که بتونیم اینو بگیریمش یا نه. مثلا اینجا بچه رو این کندل ببینید شورت پوزیشن به این صورت. این استاپتون میشه. حد سودتون هم 1 به 2. کجا رفتیم مانیتور ما؟ البته 3 هم رد شد ولی 2ش میشه این بچه. این میشه 2. متوجه شدیم بچه ها داستانشو؟ کندل بتا. کندل بتا کدوم کندل؟ من اینو پاک کنم که قشنگ بیایم بیرون ازش. خیلی از دوستان عقب موندن، تازه دارن دونه دونه وارد میشن. عذرخواهی میکنم که من نتم قطع شد فکر میکنم. کندل بتا بچه این کندل است. یا به بالا برای شورت دوم نداره، یا اگه داره خیلی ریزه ولی به سمت پایینش دومش خیلی زیاده. اینو بچه‌ها برای کسایی که اسکلپرن بلافاصله کلوزت شما حد ضررتون رو میذارین بالای سکندل، یعنی حد سقف سکندل قبلیش. شما اینجا که زد 1 2 سکند، سقف این سکندل کدوم؟ این شادوه، این سقف سکندل. شما اینو میذاری اینجا، حد سودتون هم میذارین 2 برابرش دیگه. ما اگه دقت کنیم قیمت بلافاصله اومده بهش زده. حالا چند تا نمونه دیگه باز برای لانگش ما بگیریم. مثلا لانگ اینجا ببینید این لانگش
اینا که بهتون میگم بچه معمولا 70 تا 80% تیپیاش میخوره، بلا استثناء تیپیش میخوره. اینجا ما میگیریم 1 2 3 کفش میشه اینجا، سقفش میشه کجا؟ 1/2. این میشه سقف ریت 2. ببینید قیمت اومده اینجا تو تایم 1 دقیقه است بچه ها، یعنی شما تو 5 دقیقه 10 دقیقه 1/2 دارین میگیرین. بیشتر از 2 هم حق ندارین بگیرین، فقط 1/2. سوالی هست بفرمایید. صدام قطعه امید جان؟ من فکر میکنم بزن گرم تصویر صدام نباید قطع باشه. نه صدام وصله بچه ها. اگه صدای من قطعه بچه بگین، فکر میکنم برای امید جان قطعه. خب امید جان مشکل از شماست، اون اسپیکر گزینه گوشه هست، اون اسپیکرتون رو جابجا کنین درست میشه. یه گزینه داره تو اون گوشه مال اسپیکر که خیلی راحت میتونین صدا رو تنظیم کنین. خب چند تا مثال دیگه برای شما بزنید. چشم. ببینیم دیگه کجا داره بتا که ما بتونیم برای شما. باید زیر خط باشه بچه، این رفته بالای خط، اینا باید زیر خط باشه، در شروع یک حرکت باشه. مثلا کجا؟ مثلا اینجا. اینجا برای لانگ. ببینید این کندل بتا رو ببینید، دوم پایین نداره، دوم بالا داره. این شادوی بالا اینجا قیمت از اینجا بلافاصله ما استارت میزنیم. استاپ زیر 3 کندل کف، این میشه استاپ شما. قیمت هم بهش نرسیده، دقت کنید دقیق لب به لب. قیمت هم بهش نرسیده. حد سودتون رو ببینید، تازه خیلی بیشتر سود داده. این 1/5، 1/2. تو چند دقیقه بچه این کار انجام شده؟ یعنی این کندل که زده تو 6 دقیقه بچه، تو 6 دقیقه 1/2 تون رو گرفتین تو 6 دقیقه. این خیلی خوبه برای کسایی که اسکالپ دارن بچه ها کار میکنن. خب حالا اینا رو بچه ها نگیرین، اینا رو بترسین ازش، اینا گول زننده است. مثلا کندلای مثل اینو اصلا دور و برش ندید. الان میخوام برم داخل بذار ببینم روبای من دمو اوکیه اینجا که من براتون یه مثال دیگه باز برای شورت پوزیشن ها بزنم براتون که داستان کلا دستتون بیاد چی کار کنیم. ببینیم کجا داریم. ببین اینجا بد نیست، خب نمیخوام بگم حالا چون اینجا دیده میشه، ولی من اینو نمیگیرم چون این گردیش گردی نیست که باب دلم باشه. بچه ببینید این انحنا داره، این باید اینجوری باشه، یعنی حالت کوهان باشه، یا باید اینجوری باشه یا باید اینجوری باشه. زمانی که مثلا به سمت بالا میاد قیمت داد برگرده به این قسمت اینجا برگرده، یا مثلا به سمت پایین میاد قیمت باید برگرده اینجا که من بتونم اینجا معامله سل بگیرم. اینا باب دل من نیست، اینا رو من نمیگم. هر چیزی رو بچه دیدین سریع ترید نکنین، اینا خیلی مهمه. خب مثلا اینجا ببینید، اینجا یک هلال بسیار عالی. اینجا ما یه شورت پوزیشن میخوایم باز کنیم از اینجا. بذار این اصلا از دید من اصلا خوب نیست، فقط برای اینکه مثالش رو ببینید. حالا بذار اصلا اینو نمیزنیم چون دوم خوبی نداره. اینجا ببینید این چقدر بچه‌ها خوشگل اینجا سیگنال داده. من مدادم بیارم ببینید چه خوشگل. اینجا یک دره بسیار عالی، بسیار عالی، خیلی خوشگل. کجا شما وارد معامله میشه؟ این لانگ پوزیشن. این کلوز داد بچه ها، شما کلوز داد بلافاصله وارد معامله بشین. استاپتون زیر 3 کندل، کف 3 کندل کجاست؟ اینجا. یک به این 2 که خیلی بیشتر شد. حالا ما میگیم مثلا ببین بخوام بهتون میگم 1/5 6 1/6 تازه بیشتر 1/7 داره میده. شما 1/2 بچه بیشتر نگیرین. خواهشی که از اون دارم طمع نکنید. ببینید راحت بلا استثناء اینا رو نگیرین چون اینا دوم نداره. بچه نگاه کنید این دومش به بالاست برای شورت. این هشتیش خوبه، اینا دقت کنید بچه‌ها، این هشتیش خوبه ولی این دومش باید به سمت پایین باشه. اینجا که اصلا دوم نداره که، این دومش کوتاه هست ولی دوم به سمت پایین نداره. اینا رو نگیرین بچه‌ها، اینا براتون دردسر ساز میشه. هر چیزی که دیدین بس با پشت سر هم نگیرین.
یا مثلا دیگه کجا رو بهتون بگم، میخوام یک از فیبا هم یه چیزی بهتون بچه‌ها یاد بدم، گفتم زمان از دست ندیم. حالا اینو نمیدونم اگه یاد گرفتین دیگه توضیحش ندم بچه‌ها، خیلی راحت و ساده است. دقیقاً صعودی یا نزولی بودن کندل مهمه یا فقط باید اون شکل باشه و آن ببین کندل بتا دیگه، ببین کندل بتا، بذار من قشنگ زوم کنم بهتون بگم کندل بتا چیه. کندل بتا یعنی این کندل بچه، این کندل بچه بهش میگن کندل بتا، این کندل رو بهش میگن بتا. معمولا برای لانگا معمولا به سمت پایین دومش خیلی کوتاه یا اصلا نداره، به سمت بالا دوم داره. برای بتای نزولی میشه این. هرچی دومش بیشتر باشه بهتره بچه‌ها، یعنی خیالتون راحت تره که اون هدف قطعا میخوره. حالا من این ببینید این خیلی راحت برای نزولشه. اینو میگن کندل بتای نزولی. حالا اگه پشت سر این یک مثلا هشتی خوب بود، حالا نداره متاسفانه، یه هشتی خوب بود چون خیلی راحت میتونست اینو وارد معامله بشه. حالا یه چیز دیگه هم بهتون میگم، اینجا اصلا معامله خوبی بهتون نمیده. دلیلش چیه؟ دلیلش که قیمت بلافاصله این لبه گیر کرده. حالا احتمالش هم هست بچه‌ها، مثلا ما الان اینو می‌خوایم یه شورت پوزیشن بگیریم دیگه، خب مثلا اینو ما کلوز کردیم، کلوز هم استاپ هم گذاشتیم روی سقف سکندل آخر، قیمت میاد استاپ رو میزنه، این ریزشه هستا ولی میاد استاپ شما رو میزنه. من خواهشی که ازتون دارم تحت هیچ شرطی طمع نکنید. معمولا بین 70 تا 80% این سناریوی اندیکاتور جواب میده. من تا حالا به هیچ کس نگفتم با اندیکاتور کار کنید، ولی خواهشی که ازتون دارم این، اگه میخواید معامله کنید با چشم باز این کارو بکنید، نرین دنبال داستانه دیگه‌اش. حالا بریم روی من روبو رو میبرم رو صفحه روبو. یه چیزم از فیبا بهتون یاد بدم برای بچه‌ای که بازار جهانی کار میکنن که خیلی هم مهمه، به قول معروف اونجا بتونید یک کسب درآمد خیلی خوب از روبو بکنید. بذارید من این آموزش روبو رو باز کنم براتون. خب صفحه من بچه‌ها فکر می‌کنم براتون شیر شد دیگه، صفحه روبو دمو اکانت، این صفحه آموزش ماست. ما برای اینکه بتونیم تشخیص بدیم بچه وارد معامله سل یا صفحه من هست بچه براتون، صفحه متا تریدر من برای این بچه بازار جهانی، البته کریپتو هم کار میکنم ولی خب بازار جهانی خیلی بیشتر جواب بده. اوکی علی رضا دوربین شما. خب ما چجوری میتونستیم این بای بیت کوین رو بگیریم؟ چجوری میتونستیم بگیریم؟ ببینیم بچه ما یه ابزاری داریم به نام فیبو فن که بچه‌هایی که دارن پیشان آموزش میبینن میدونن که این فیبو فن چه ابزار جادوییه. برای فیبو کشیدن تایم باید فقط 1 ساعته باشه، یادتون نره. اونایی که در حین آموزش هستن که اصلا اینو فراموش کنن چون این جزئیات خیلی زیاد داره در آموزش میبینن. کندلای سپریتور رو شما باید ترسیم کنید در پراپرتیز. کاماند شو پریود سپریتور رو باید حتما مشخص کنید که روزها از شما جدا بشه، که مثل همین خدچینه که شما الان دارین میبینید، این یک روز جداست، این هم یک روز جداست. 2 جولای تا 3 جولای مثلا ما الان میخوایم 2 جولای تا 3 جولای ترسیم کنیم فیبونو، بدونیم در 4 جولای چجوری باید بچه‌ها اینو ترید کنیم. بله امید جان ابزار به شدت جادویی، به شدت. کف فیبومونو پایین ترین شادوی قیمتی که در روز قبل هست و بالای اونو به سقف کندل سپریتور، یعنی به سایه و شادوی سقف کندل سپریتور ما وصل میکنیم. ما میخواستیم این بای رو بگیریم دیگه، درسته؟ بدونیم این بای به چه صورت انجام میشده. چی میخواستم بیارم فراموش کردم. ایچی میکنم. ما میخوایم بچه متوجه بشیم که این بای رو چجوری میتونستیم ما البته این فیبای بعدیش مقداری بچه ناجوره. ببینم این فیبا هست که پروانه‌ای باشه براتون خوشگل‌تر ترسیمش کنم. آره بذار ببینیم بچه رو این روزه براتون بزنم. این چون تک فیبو میشه، این فیبای جدیدش از اینجا رسم میشه، تک فیبو میشه، شاید شما متوجه نشید. بذاریم براتون
روی 2 تا فیبو رسم کنم براتون ببینین که داستانش به چه صورت، که ما متوجه بشیم قیمت از اینجا که میخواد بریزه به چه صورت میخواد بریزه. خب در این روز 30 جون ما میخوایم معامله کنیم. فیبوی روز 29 جون ما رسم کردیم، میخوایم در این روز معامله کنیم که آقا به چه صورت رسم میشه. بله داخل تریدینگ ویو باید روی مثبت 3 بزنیم، به وقت تهران نه، به وقت کویت یا مسکو باید بزنیم. 1 ساعت 1 و نیم نیست، حتما یادتون باشه رو مثبت 3 بزنیم. حالا الان میبرم رو تریدینگ ویو براتون قشنگ اینو توضیح میدم. رو تایم تهران نذارید، تایم مسکو یا کویت. حالا شما میخوایم اینجا وارد معامله بشیم و تشخیص بدیم که این سل رو چجوری میتونستیم بگیریمش. بچه‌ها این فیبو رو که شما ترسیم میکنید زمانی که قیمت، حالا این جزئیات خیلی زیاد داره بچه‌ها، خب من جزئیاتش براتون میخوام توضیح بدم، خیلی اذیت میشیم. من یکم زوم اوت میکنم، فکر میکنم چش خودم درد گرفت. ببینیم بچه‌ها ما تو این روز میخوایم معامله کنیم، ببینیم شرایط بازار چجوری، ما از کجا اینو تشخیص بدیم که قیمت میریزه به سمت پایین. قیمت از کجا تشخیص میدیم؟ زمانی که تنکن در این کندل، این کندلی که بچه ها من براتون اینجا گذاشتم، چرا میچرخه روی این؟ خب رنگش هم براتون عوض کنم، ثبتش کنم، کوچولو البته ضخیم نمیشه چون خدشینه. ببینیم بچه ها در این کندل، در این کندلی که من الان براتون میکشم، در این کندل میام که اشکش کنم. ببینیم بچه ها در این کندل تنکن وارد منطقه هشتی ما شده. حالا بچه‌های که آموزش دیدن میدونن که این یعنی چی. قیمت بچه‌ها وقتی وارد منطقه هشتی میشه بلا فاصله ریزش شدید داره. اگر وارد منطقه هفتی بشه صعود قوی داره. حالا این قانون تبصره داره، این به این راحتی نیست. این زمانی که بچه‌ها قیمت میرسه اینجا باید تنکن خارج بشه از این حالت پروینه، از فیبوی شما، از فیبوی 61 شما که فیبوی سعودی است. ما معکوس میکشیم دیگه، فیبوی سعودی رو میکشیم که سلش رو بگیریم، فیبوی نزولی رو میکشیم که لانگش رو بتونیم بگیریم. در فیبوی سعودی که شما میکشین قیمت و تنکن همزمان با هم دیگه، حالا اینجا اومدن بیرون، حالا ما با یک سری ابزار دیگه با کوما میتونیم تشخیص بدیم که رو این کندل ما ورود کنیم. ولی در نهایت من میخوام بهتون بگم در ساده ترین حالت، در بهترین حالت و در خنثی‌ترین حالت، ما اینجا زمانی که تنکن خروج کرده و قیمت کلوز داده و قیمت هم زیر تنکن بسته شده. بچه‌ها این تبصره که بهتون میگم خیلی این فوت کوزه‌گری ها، این قیمت باید بیاد زیر تنکن بسته بشه، نیاد این بالای تنکن. یعنی اینجا خروج هم میکنه قیمت بالای تنکن بسته بشه، این سل نیست. حواستون باشه قیمت باید بیاد زیر تنکن کلوزی بزنه، شما بلافاصله شما میتونید وارد معامله سل بشین. برای لانگش هم برعکس همینه. حالا بریم لانگش رو براتون روی یک صفحه ترسیمش کنم. ببینم روی طلا داریم ما این لانگو؟ نه. بریم روی همون بیت کوین، فکر میکنم راحت بتونیم ترسیمش کنیم. ببینیم ما لانگ بیت کوین میتونیم مثلا بگیریم مثلا رو این روزش. اینا رو من قطع کنم که اینا جزئیات داره، خودتون اذیت میشید. ما بریم یک لانگ بیت کوین پیدا کنیم ببینیم چجوری میتونیم اینو لانگش کنیم. مثلا کجا رو بهتون بگم؟ مثلا اینجا. ببینیم اینجا اصلا به ما سیگنالی میداده برای بای کف قیمت به بالاترین قیمت کندل سپریتور و سقف قیمت روز قبلی به کف کندل سپریتور که اینجا متاسفانه بازم نشده و قیمت بعد از اینکه اینجا خروج کرده سل داده. بذار ببینم یه بای خوب بهتون نشون بدم مثل این. ببینیم ما اینو چجوری میتونستیم تشخیص بدیم. من اینو سریع میکشم که دیگه دوستان اذیت نشه. ببینید اینجا به همین راحتی زمانی که قیمت در همین کندل، ببینید در این کندل که یک کندل ERC قوی
خروج کرده و قیمت هم بالای تنکن. ببینید قیمت هم بالای تنکن کلوزر شما بلا فاصله بعد از این میتونی وارد معامله لانگ بشی. این لانگ شدنش هم دیگه حالا تا کجا ادامه داره چیزایی نیست که من میخوام با جزئیات بهتون بگم، ولی خب اونایی که آموزش دیدن میدونن که قیمت زمانی که از اینجا لانگ میشه تا کجا ادامه داره. این خیلی راحت میتونید تشخیصش بدید. حالا بچه اگه سوالی دارین بذارید من دیگه بخوام توضیحات کلی بهتون بدم، جزئی بهتون بدم، خیلی ازت میشه. این کلیات قضیه است، با اینا میتونید خیلی راحت ترید کنید. آر به آر داخل ترندینگ ویو متوجه نمیشم منظورتون یعنی چه؟ آر به آر داخل ترندینگ ویو این ترفند چجوری؟ یعنی میخوام بگین داخل ترندینگ ویو چجوری اینجوری ترسیم میشه؟ آره امید جان، اینه که شرکت کردن میدونن که این جزئیات این فیبوفن چه ابزار جادویی. بله بله، سطح طلایی یا به قول معروف دره ما میتونه خروج اون ما باشه و یک سری حالا چیزای دیگه هم هست که دیگه نگم، فکر میکنم بهتره. یعنی ذهنتون گیج میشه، اون جزئیات مقداری سخته برای شما. میبرمتون بچه روی تریدینگ ویو که روی تریدینگ ویو هم متوجه بشین که باید چیکار بکنیم. بریم تریدینگ ویو. چرا؟ برای چی میشه ریسک به ریوارد شما میتونید داخل متا مشخص کنید، حد سود میتونید مشخص کنید، ایرادی نداره. شما معامله لانگ بگیرین، حد سود اصلا با دست بکشین، نمیخواد رو نیو اوردر بزنید اصلا عدد بهش بدید، این که کاری نداره که. خب این که میگم بچه ها این تایم 1 ساعته، این که بهتون میگم رو تایم کویت اینجاست بچه ها. ببینید یا باید یا مسکو بذارید مثبت 3، مثبت 3 میشه اینا. ببینید من خودم رو کویت میذارم معمولا، بحرین، کویت، مسکو، رو مثبت 3. تایم هم 1 ساعته. کندل سپریتور هم شما خیلی راحت میتونید با این، اصلا ساده ترین حالت چون میگم دیگه جزئیات نمیخوام بهتون بگم، ساعت 12 شب تا 12 شب روز بعد اینو میذارید. بله چشم. الان برای بیسا یه توضیح دیگه میدم. اتفاقا بیسا خیلی مهم، مخصوصا بچه‌ای که کریپتو کار میکنن بیسا خیلی مهمه براشون. حالا در طلا هم و در بازار جهانی اونس و بقول جفت ارزم این صدق میکنه، ولی در کریپتو به شدت قابل ارائه و قابل استفاده است. بود چون با این نمیکشم فکر میکنم تو اینه. خب من چشام فکر میکنم بچه خیلی ضعیف شده. بچه این تنظیم داره. خب شما میتونید تنظیمات اینو بر اساس اون چیزی که معیارتون خودتون بذارید. من 1/3 معمولا نمیذارم، ولی خب الان برای کار دیگه گذاشته بودم ان شاء الله سیو شد. معمولا 1/8، 1/2. برای منفیش هم برعکسش همینه دیگه. رنگش هم همیشه سعی کنید سفید بزنید که اذیت نشین. این تکفیبا هم مثلا کاش یه جای دیگه میکشیدم حداقل جفیبا باشه براتون. ولی با کشیدنش هم بچه‌ها یاد گرفتید که داخل کجا رفت اینجا، داخل این فیب گن فیب ببخشید گن فن یا همون فیب و فن فرق نمیکنه. با این شما میتونید راحت ترسیمش کنید. حالا برای بیسا و شما یه توضیح برای بیسا بدم چون دیگه خیلی طولانی میشه. بعد این ویدیو رو بخوام برای شما بفرستیم خیلی محمد شمایی. خب شما که تو پی وی خیلی زیاد سوال میکنید. آقای توکلی عزیز اسکلپ یه دقیقه فرمودین قابلیت رو داره که به صورت اکسپرت برنامه آن رو بنویسیم، البته با فرض اینکه بتونیم تکنیک رو به عنوان تکنیک پایه در اکسپرت توسعه و مواقعی که نماید باشیم رو هم لحاظ کنیم. بله ببینید لحاظ کردنش که شما در هر لحظه نمیتونیم واردش بشیم، باید تارگت ببینید که وارد بشین. شما وقتی کندل بتا رو نبینید چجوری میخوای وارد بشید؟ باید کندل بتا رو بچه ببینید و اون کندل بتا باید اول روند صعودی یا نزولیش باشه و مهمتر از همه باید زیر خط مثلا
ZLSM باشه. اگه زیر اون نباشه که شما یا بالای اون باشه یا زیر باشه، نمیتونه لب به لب اون باشه. و مهمتر از اینه که کندل بتا حتما باید شادو داشته باشه، دوم بالاش خیلی ریز باشه برای نزولی، برای لانگش دوم پایینش خیلی باید کوچیک باشه و دوم بالاش خیلی باید بزرگتر باشه. آقای توکلی، من در مورد بیسا یه توضیح دیگه بهتون بدم. هر چی تایم فریمتون بچه بالاتر باشه برای پیدا کردن بیسا خیلی خوب. مثلا ببینید اینجا بیس ما این یک قیمت اومده، این یه بیس تمیزیه بچه. ببینید که میگم بیس تمیز یعنی قیمت اومده پایین. بازی مداد ما عوض شد رنگش، سعی میکنم سفیدش کنم. ببین این قیمت اومده پایین، اینجا یه بیس تشکیل داده. این دوره استاد الفونسو خیلی بچه جالبه، یه بیس از اینجا هم ریخته. حالا این بیس رو وقتی زمانی که میریزه شما چجوری باید تشخیص بدید؟ چون قیمت برمیگرده به این بیس دیگه. خب اینو شما چجوری بکشی؟ این تایم 1 ساعت است و 1 ساعت بچه چون سودای خوبی میده بهتون میگن تایم بالا بگیرین. اینا رو میای از لب، حالا بعضیا میان از لب شادو میگیرن به بالا، من خودم کامل میگیرم. یعنی وقتی کامل میگیری بچه‌ها، این کامل گرفتنه خیلی جاها بهتون کمک میکنه. یعنی شما وقتی میدونی که از این ناحیه خارج شو، یعنی دیگه این بیس اشتباه، این بیس درستی نبوده. ببین این قیمت از اینجا بلا فاصله به سمت پایین ریخته. شما دیگه زمانی که فهمیدید دیگه اینجا بوده دیگه، دیر شده دیگه. شما میخواید این ترید کنید دیگه، باید صبر کنید به این بیس برگرده. زمانی که به این بیس برگرده شما بلا فاصله سلش میگیرید. این یک ترکیب و یک به قول معروف تکنیکیه که شما رو بیسا در کریپتو خیلی راحت میتونید اینو استفاده کنید. بله بیس FTR هم میتونید مثلا ببین. خب اون FTR که شما میگه باید ببینید چند تا برخوردشه. مثلا الان برخورد اولشه، خب برخورد بعدش رو ببینید. اگه این بیس خوبی باشه بعد برخورد بعدش هم ببینید دیگه. برخورد بعدش چجوریه؟ دوباره نگاه کنید. این یه بار خورده، سفارش ها مصرف شده، اینجا باز نزدیکش اومده خورده، اینجا همینطور، اینجا هم بلافاصله خورده رفته بالا، استاپار زده، دوباره باز قیمت اومده پایین. زمانی که دیگه از اینجا اومده رفته بالا، اینجا مثل یه کرو دیگه، اینجا یک ناحیه کرو. وقتی زمانی که تو ناحیه تجمیعی بوده، وقتی بچا این سفارش های اینجا رو دیگه مصرف کرده، دیگه چیزی جلو دارش نیست دیگه. قیمت زمانی که تو ناحیه تجمیع، اینجا تجمیع دیگه، یا باید از یه سم بشکنه که زمانی که این تجمیع میشه بعد نگاه کنید هنوز همچنان تجمیعه. ببینید خیلی راحت زمانی که تجمیعش بچه‌ها تموم میشه، هنوز بچه‌ها تازه دارن وارد میشن. زمانی که قیمت از ناحیه تجمیع ما بچه‌ها خارج میشه، اینجا یه سل بسیار خوبی میده بهتون. اینو در نظر بگیرید، اینو به این راحتی از دستش ندینا. این تجمیع بعد از ناحیه بیس تجمیع که انجام میشه یا انباشتی که انجام میشه، یه سلای بسیار قوی بهتون میگه. شما اگه دقت کنید زمانی که از اینجا خروج کرده 9% ریخته، 8-9%، 10% چقدر؟ 10% بچه. این 10% شوخی نیست. شما یه ارقام 2 روش ببندید 20-30% کم نیست. سود بسیار عالی داره بهتون میده. این ناحیه بیسا رو بچه خیلی دقت کنید، مخصوصا اگه یک بر اساس یک روند مثلا دراپ دیگه، الان این دراپ داره میاد، وقتی این بیس تک و این وسط میزنه، این بیس خیلی مهمه. این واکنشای به بیس خیلی مهمه. این واکنش خیلی زمانی که میخوره قیمت ریجکت میشه، ولی برخوردش وقتی سه تا رد میشه دیگه اون بیس دیگه به درد نمیخوره. اون بیس دیگه تمام سفارش ها رو مصرف کرده. اگه سوالی دارین بچه‌ها بذارین که من جوابتون بدم. فکر می‌کنم دیگه خیلی طولانی شد. اگه ان باز بتونیم در ادامه اینا رو توضیح بدیم. خب بله آقای توکلی، اینا رو میتونید تا اکسپرت لحاظ کنین، شروطش هم میتونیم بزنیم، ولی خب این قطعیت نداره. همیشه امکانش هست که یک سری جاها اشتباه پیش بیاد. ما اینو بر اساس فرض 70 تا 80% تاییدش میکنیم، در غیر این صورت نمیتونیم. آقا سجاد مداد ما دست شماست، داری صفحه ما رو خط خطی میکنید. بذار شما رو من قول معروف بیارمت بیرون از این داستان. خب بچه سوالی داریم بذارین پایین که من جوابتون رو بهتون بدم.
بعضی از بیس ها که اصلا تو در تو هستن برای اونها میتونه نه بچه بیس ها که تو در تو به هیچ عنوان ترید نکنید بچه، به هیچ عنوان ترید نکنید. هر جایی که شما فکر میکنین بیسه، ببین بیس خوب اگه میخواین بچه پیدا کنین، بذار من یه توضیح دیگه هم بهتون بدم که ذهنتون آشکار بشه نسبت به یک سری نواحی. معمولا من خودم بیس ها رو تو 4 ساعته پیدا میکنم، تو 1 ساعته پیدا میکنم، میام تو 15 دقیقه و 5 دقیقه بچه ها این نکته طلایی دارم بهتون میگم، تو 15 دقیقه و 5 دقیقه میام بیساشو پیدا میکنم. ببین مثلا میگم مثلا کجا رو بهتون نشون بدم، مثلا اینجا ببینید من بذارین تایم 4 ساعته بیارم، میخوام یه چیزی رو نکته طلایی بهتون میگم باز تا نتمون قطع نشده. ببینید بچه مثلا اینجا این تایم 4 ساعت هست دیگه. خب ما اینجا یک 8 داریم دیگه، ما این بیس اینو میخوایم پیدا کنیم چون قیمت برگشته می واکنش نشون داده دیگه، میخوام بیس اینو پیدا کنیم. ما که بعد از اینو که نمیدونیم داستانش چیه، میایم چیکار میکنیم، یه کات میکشیم اینجا زمانی که قیمت اومده اصلا دیگه جدا شده، اینو میکشیم. بعد میام تو تایم چی 15 دقیقه، میام تو 15 دقیقه بچه بیس هست که من اینو بکشم یا نه، کجا رفت ایداد بیداد موس منم اذیت میکنه، بشون دوباره میکشم بچه ها، بریم میارم تو 1 ساعته که سریعتر انجام میشه. ببینیم بچه ها دقیق ترش رو بخوام بهتون بگم، مثلا کجا بهتون بگم که خیلی راحت انجام بدیم براتون. مثلا اینجا ببینید بچه ها اینجا قیمت رفته بالا یه 8 دیگه، اینو میخوام درش بیاریم ببینیم داستانش چیه. یه زوم اوت بکنم، حالا میام توی 15 دقیقه ببینم اینجا چیزی میبینم که آقا اصلا توش بیسی در بیاد یا نه. اینجا بچه بیسی نداره ولی یه بیس داریم اینجا تو همون منطقه، از اینجا تا کفین. ببینیم قیمت در آینده به این واکنش نشه. البته این بیس مالی هم نیست چون اصلا یک حرکت خیلی مسخره اومده پایین، چون اینجا خیلی بازی کردی اصلا 8 حساب نمیشه بچه‌ها. یه بیس خوب براتون پیدا کنم که اینجا اینو بریم تو 15 دقیقه است دیگه. حالا اینو میاریمش تو 5 دقیقه، بریم تو 5 دقیقه اصلا با ما بیس میدیم. کجا رفت اینجاست. بریم تو 5 دقیقه بچه با ما اصلا چیزی میده ما بتونیم ازش استفاده کنیم. نه بازم تو 5 دقیقه. ببین اینجا بچه وقتی این حالتا رو میبینید یعنی به شما بیس خوب نمیده. بیس بچه باید حتما 1 ساعته به بالا، 1 ساعته 4 ساعته بکشه، تو 5 دقیقه 15 دقیقه هم میکشین ولی انتظارتون انتظار همون 5 دقیقه 15 دقیقه باشه. ولی کسی که میاد بیس 4 ساعته پیدا میکنه دیگه انتظار 4 ساعته هم ازشه، یعنی سود دنبال سود 1% 2% نیست، دنبال سود خفنه، دنبال سود خوشگل و توپله. مثلا کجا رو بهتون بگم یه بیس خوشگل بزنم براتون پیدا میکنم مثلا اینجا که بتونم روش ترید بگم بتونیم بکنیم. مثلا این رو آخرین ناحیه اصلا بیت کوین، ببینید اصلا این آخرین بیت کوین چیزی داره که ما بتونیم ازش یه بیس در بیاریم. مثلا اینجا یه 8 بچه ببینید اینجا یه 8، اینجا بچه یه 8. ببینید تو این ناحیه ما چیزی پیدا میکنیم، چون اینجا اومده قیمت بهش ریاکشن نشون داده. ببینید تو این چیزی پیدا میکنیم تو 1 ساعت اول بریم ببینیم. بله ببینید یه بیس بسیار خوشگل. حالا میخوام بهتون بگم سود چجوری بهتون میده. این بیس ماست، سقفش دو تا کفش دو، این بیس ماست بچه. حالا حد ضرر بچه‌ها ببین شما وقتی این شما اصلا اینجا ورود کن، خب اوردرتو بذار اینجا، حد ضررت کجاست؟ این لبه 1 در 4 ساعت هست بچه‌ها که الان ما تو 1 ساعت بیس حد ضرر شما 1.25. حالا چقدر بهت سود داده اینو در نظر بگیر. کسی که اینجوری حساب میکنه تا این کف 9% به شما، یعنی شما 1 به چقدر دادی؟ 1.20 دادی، ریسک به ریوارد چنده؟ ببین اینجوری باید سود کنه. هرچی بچه بیستون در تایم فریم بزرگتر بشه سوداش براتون خیلی بیشتره. بله ببین شما در 4 ساعته باید اون 8 رو ببینی
من اسمتون هم نمیدونم، اینجا لنوو زدین شما، نمیدونم بچه اسمتون چیه اینجا برای من. شما باید این هشتی رو اینجا ببینید، در سقف این هشتی یا هفتی، مثلا این هفته رو میبینید در کف این هفتی باید یه بیس رو در تایم فریم 5 دقیقه یا 15 دقیقه پیدا کنید. اینجا یه بیس بوده که قیمت اونجا ماده بهش واکنش داره پرتاب شده بالا. متوجه منظورم میشین؟ به همین راحتی شما میتونید خیلی راحت بیس رو بدید. تو کریپتو بچه این خیلی چیزه به درد بخوری، خیلی راحت میتونه ازش استفاده کنی. این به قول معروف آره، کارهای آموزشایی که استاد منتظرم جعفر آقا بیاد آلفونسو و سم سیدن چیزامو آموزش میده. بیاره. خب این مال اختصاص مال استاد نه آلفونسو، دیگه من نبودم دیگه، خیلی قشنگی رو توضیح دادم. خب بچه گفتم سوالی این دیگه موقع اگه هست بیاره. بفهمید که من در خدمتتون هستم. در غیر این صورت دیگه از این وبینار خداحافظی کنیم. میشونه تا بقیه وبینارها با سوالی بود بذارید که ما بتونیم برای شما به قول معروف نکات آموزنده و چیزایی که خودمون داریم باش کار میکنیم براتون ارائه بدیم. من جواد صداشو قطع نمیکنم چون شاگرد خوب من روم نمیشه، اگه نه صداشو قطع میکنم. بچه سوالی هست بفهمید، چیزی هست که ذهنتون رو درگیر کرده بگین که من در خدمتتون هستم. ممنونم از شما بچه‌ها که داخل این برنامه وبینار ما شرکت کردن. با یک کد ماشین آقای احسان یا بچه‌هایی که ادمین هستن براتون این دوتا فیلم رو براتون ارسال میکنن که به قول معروف بتون ازش استفاده کنید. ممنونم از همتون، شب همگی بخیر، خیلی خوش گذشت، دم همتون گرم که داخل این وبینار بودین. ببخشید که من بی سواد قابل دونستین و تونستم اون اندک علم و جزئی ترین علمی که دارم و در اختیار شما دوستان عزیزم بذارم. تا درودی دیگر، بدرود، شب همگی بخیر. مرسی از همتون که شرکت کردید. موفق باشید. خدا نگهدار.